سلام، امروز همراه من باشین. میخوام یه خونه خوشگل قاجاری رو بهتون نشون بدم. اینجا خانه موزه مقدم واقع در خیابون امام خمینی تهرانه. خونه با قدمت 120 ساله که مربوط به دوران مظفرالدین شاه قاجار میشه. خونه پدری محسن مقدم. محسن مقدم در زمان جوانی به اروپا رفت و مشغول به تحصیل شد. بعد به ایتالیا رفت و تو رشته باستانشناسی ادامه تحصیل داد. سلما کویومجیان متولد بلغارستان تو 28 سالگی با مقدم ازدواج کرد. محسن و سلما با هم ازدواج کردن و به ایران اومدن و در خانه پدری مقدم ساکن شدن. سلما به سمت رئیس کتابخانه موزه ملی برگزیده شد. از زمان ورودشون به ایران فعالیت‌های فرهنگی و هنری زیادی انجام دادن. آقای مقدم استاد دانشگاه تهران شد و در کنار فعالیت‌های باستانشناسی به تدریس دروس مرتبط با باستانشناسی و تاریخ هنر هم مشغول شد. به خاطر تسلطی که این زوج به زبان‌های خارجی داشتن، از اونا برای معرفی آثار باستانی به مهمان‌های سیاسی کشورهای دیگه دعوت می‌کردن. راستی طراحی لوگوی دانشگاه تهران هم کار آقای مقدمه. اینجا خونه مقدمه، جایی که وقتی مظفرالدین شاه میومده ازش پذیرایی میشده. در سال 51 محسن و سلما به خاطر اینکه فرزندی نداشتن و علاقه بافری به فرهنگ ایران داشتن، خونه پدرشون رو به همراه تمام آثاری که اونجا بود وقف دانشگاه تهران کردن. و بعد از فوت خودش و همسرش این خونه در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت. اینجا یه کافه خوشگل هم داره که وقتی میاین میتونین ازش لذت ببرین.